سلام. آقا من اصلا واسه ویدیو اول تصمیم نداشتم خودم بیام جلوی دوربین، ولی هیچ محتوایی واسه اینتروی ویدیوم نداشتم و انتخاب بین من و کوکومه بود که با یکیشون نوار خالی اولو پر کنم و از اونجایی که کوکومه یک لور داستانی خیلی غنی، پر از حادثه، پر از اتفاق، پر از داستان داره، تصمیم گرفتم که کارت کوکومه‌مو واسه اینترو هدر ندم و یه مجموعه داستانی کامل راجع به کوکومه درست کنم و توش به اون بپردازم و الان خودم بیام. و خب این کارامو من وقتی که شیر کردم خیلی ازم پرسیدن که چجوری اینا رو درست کردی. واسه همین گفتم شاید جالب باشه که توی یه ویدیو روند کاریمو نشون بدم. امروزم میخوام که روند این کارمو نشون بدم چون تنها کاریه که روندش رو ضبط کردم. همین دیگه، بریم ببینیم. خب مرحله اول کار جمع‌آوری رفرنسه. خیلی وقتا تو خیلی از اجتماعات هنری معتقدن که اصلا نباید از عکسای اینترنتی شما کار انجام بدین و کار شما باید تجربه شخصی خودتون باشه و حتی الامکان خودتون زنده کار کنید. اما از طرفی یه عقیده هم هست که شما با جمع‌آوری رفرنس‌های آنلاین و داشتن آرشیوهای اینترنتی تصویری میتونین دیدتون رو گسترش بدین و کتابخانه بصریتون رو غنی‌تر کنید. اینا همش توجیه بود برای کار خودم. مرحله بعدی کارم هم نقاشیه یا آره دیگه دارم نقاشی میکنم دیگه، یا نداره که توی فتوشاپ انجام دادم و خب توضیحی نداره، پروسش لذت ببرید. اینو فکر میکنم که باید اول میگفتم که وقتی که داشتم نقاشی میکردم آیتمای داخل صحنه رو توی لایه‌های مختلف کشیدم، چون وقتی که توی بلندر قرارشون میدیم باید اینا از هم فاصله داشته باشن که یه مقداری عمق ایجاد شه و اون عمق ایجاد شده وقتی به چشم میاد که دوربین یک حرکتی داشته باشه. اگه نمیخواین دوربین حرکت بدین شاید نیاز نباشه که عمق ایجاد کنین و اینا رو دور و نزدیک کنین یا به اصطلاح پارالاکس انجام بدین. اگر که با بلندر آشنا داشته باشین میدونین که یه آپشن داره به اسم گریس پنسل که شما با اون یه جورایی میتونین تو فضای 3 بعدی نقاشی کنید به صورت 2 بعدی و خب آره روی کاغذ خیلی ایدهش خوبه، اما خب یه پیچیدگی خاصی داره و وقتی که اون یاد بگیرین خیلی لذت بخشه. بعدش هم براش مه درست کردم. یکی دیگه از چیزهای خیلی جذاب به نظرم مهه.
آپشن بعدی برفه. اینم با جزء چیزایی هست که چند تا راه واسه انجامش هست. استفاده از افکت برف، انیمیت کردن برف به صورت فریم بای فریم. این آپشن خود بلندر که تو میتونی اون ایلوژن برف رو ایجاد کنی. من خواستم از این چیز جدید استفاده کنم و از این استفاده کردم. خب همش همین بود. امیدوارم که دوست داشته باشید و مطمئنا با نظرات و پیشنهادهای شما خیلی ویدیوها ممکنه جهتشون عوض بشه و حتی منسجم‌تر بشن. پس هر نظری دارید بهم بگید. مرسی که وقت گذاشتید. تا بعد.